شادروان فریدون مشیری. این شعر رو بسیار دوست دارم، چرا که با انسان یک پیامی میده که اون نفس اماره میگن، نفس درون شوم خودش رو بشناسه و اون رو فریدون مشیری به گرگ تشبیه کرده که در واقع ما دو پدیده در وجودمون هست، یکی پدیده انسانی، یکی پدیده گرگ صفتی که به هر کدوم ما خوراک بدیم اون با ما رشد میکنه. شعر زیباش رو فکر میکنم تا 5-6 سال آینده اینقدر کارا کند پیش میره که، ولی امیدوارم هر چه زودتر اینو در دسترس بذارم. میگوید گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر، لاجرم جاری است پیکاری سترگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. وی بسا زور آفرین مرد دلیر هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گرچه باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. اینکه انسان هست اینسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها قریب، با که باید گفت این حال